یه اسمت میخوایم براتون بریم داخل فروشگاه تو محله پشت ورزشگاه. اینجا همه بچه های ورزشگاه نازی آباد بستان اینجا باشه. بچه های نازی آباد رو بریم پیدا کنیم. مثلا نگاه هیکلا رو بریم ورزشگاه هم نگاه کن واقعا شاید بچه های نازی آباد همشون میشیم. این تیم رد ساکس گلفه بیسبال باستن. نه نگاه کن تو بچه های ورزشگاه باستن. نه این توپاره نه رد ساکس تیم معروفشیم. اینا توپای تاریخی هن مثل ساکس یوز بال تو استفاده شده توی این بازی. چقدر باحال. امضا هم شدن. امضا بازیکن‌ها خیلی بامزه است. نگاه کن گمرک قشنگ اینجا واسه خودش. گمرک آره گمرک در واقع میشه. اون پشت ورزشگاه میشه شیرودی. اینا هم فهمه این همین توپاشونو. این تیم سلتیکس تیم شماره 1 NBA بچه های بستونن اینا. باید خیلی دوست هم ببینم پول داره که شدیم فقط سلتیکس. ای لامای من من کچلوشو داشتم بزرگشو یعنی این بستونیه گوگلی. من لامامو دادم ساناز برده و خودش طبیعت زیبای خلخال اونجا بچره تو طبیعت. اینا استکش رد ساکس خیلی بامزه است. جوراب قرمز ها نه خود جوراب قرمزش خوشم میه. این از این دستکشا از اینا تو فیلم ها دیده بودم. میگه اینم چی باشه خدایی سخته با این از اون فاصله میزنه این بار واقعا سخته. یه بار بریم رد ساکس رو تشویق کنیم. این چیزشه همین ورزشگاه این بغله. اونم چیزشه کریسمسیشه. بس از من ببینم نات کرکره بیسبالیسته. چقدر بامزه است. اینم چیز درخت کریسمس. اینم برای گوگلیه. بچه داداشم باید رد ساکس رو تشویق کنه. خیلی بامزه. این بود گردش کوتاه ما در محله پشت ورزشگاه. پشت ورزشگاه همونجا که همیشه قرار دعوا میذاریم تو ایران اینجاست. اونا کوشش اسمشون اونا هم فنوی پارک. این استادیوم رد ساکس جوراب قرمز ها.